آلوورا و وازلین باعث میشه که مثل 16 ساله ها به نظر برسی. از همون اولین بار استفاده پوستتو جوری درخشان و سفت میکنه که صبح روز بعد وقتی تو آینه خودتو میبینی دیگه نمیشناسی. این دستور رو تا انتها ببین تا نحوه استفاده صحیحش رو بهت آموزش بدم. این ویدیو رو هم برای استفاده بعدی ذخیره‌اش کن تا گمش نکنی. به یه برگ تازه آلوورا نیاز داری. آلوورا تولید کلاژن رو توی پوست افزایش میده، با چین و چروکات مقابله میکنه و از بازگشتشون هم به طور کامل جلوگیری میکنه. برای تهیه کرم آلوورا، برگ آلوورا رو از قسمت برش خورده به مدت 15 دقیقه توی آب قرار بده تا ماده زرد رنگی که باعث حساسیت پوستی میشه کامل از بین بره. یه تیکه از برگ آلوورا رو برش دار، به برش‌های نازک تقسیمش کن. برش‌های آلوورا رو با میکسر خوردش کن. این ترکیب رو از طریق یه پارچه صافش کن و یه قاشق غذاخوری وازلین بهش اضافه کن. این ترکیب رو به حالت بنماری قرار بده تا وازلین حل بشه. این کرمو قبل از خواب به پوست صورتت بمال، پوست تمیز صورتت خوب ماساژش بده تا به خوبی جذب پوستت بشه. صبح روز بعد هم بشورش. اگه ازش استفاده کردی حتما داخل کامنت ها پاسوردتو بهم بگو. حتما هم کپشن رو بخون. یه نکته طلایی راجع به این ماسک فوق العاده خفن واسه توش گذاشتم.